السلام علیکم و رحمت الله. منت خدای را عز و جل که طاعتش موجب قربت است و به شکر اندرش مزید نعمت. هر نفسی که فرو می رود ممد حیات است و چون بر می آید مفرح ذات. پس در هر نفس دو نعمت موجود است و بر هر نعمت شکر واجب. شکر که امروز باز هم آزادانه نفس میکشیم. از تنگی نفس ما و ملت را در پناهش پروردگار نگه دارد. نفرانی که به نفس تنگی دچار شدند خداوندا هرچه زودتر شفایشان ده. ما به تو شکر میگوییم. شکر پروردگار که باز به دیدار هم رسیدیم. امیدوارم همگان تن صحت و سلامت هستید. شوکتی محمد با شما هستم و برنامه خبری تحلیلی پیام نیوز را برایتان تقدیم میکنم. حالا توجه کنید به نامگوی موضوعهایی که امروز مطرح خواهیم کرد. مونوپولیست فروش دارو در تاجیکستان کی است؟ هشدار پروکراتوری گنرالی به دارو فروشان. در زندان رقم 1 شهر دوشنبه محبوسان از گرفتاری به کرونا ویروس فوتیدن را آغاز کردند. سربازان گروه مخصوصی الفای کمیته دولتی امنیتی ملی تاجیکستان با علامت‌های کرونا ویروس در بیمارخانه شهر خاروخ بستری شده‌اند. رهبری نمایندگی سازمان جهانی تندرستی آوازه‌ها درباره به استعفا رفتنش را شرح داد. تماشابینان گرامی، به شرح موضوع یکم آغاز می‌کنیم. امروز رسانه‌ای شد که پروکراتوری گنرالی تاجیکستان از مجازات شدن شخصانی که در جمهوری آوازه‌های بردروغ پهن می‌کنند و هنگامه می‌سازند، نرخ‌های دارو را قیمت می‌کنند، هشدار داده است. دفتر مطبوعاتی پروکراتوری گنرالی خبر داده است که در صورت پهن کردن آوازه‌های بردروغ درباره کرونا ویروس به خاطر به تهلکه آوردن اهالی نسبت نفران پهن کننده چاره‌های قانونی اندیشیده می شود. پروکراتوری گنرالی از شهروندان درخواست کرده است که در حالت‌های نرسانیدن کمک‌های اولیه طبی، تامین نکردن و یا ندادن داروواری از جانب مؤسسه‌های طبی و داروخانه‌ها، دچار شدن به حادثه‌های به طریق صنعی کمچین کردن محصولات داروواری به پروکراتوری گنرالی مراجعت کنند. واقعا تماشابینان گرامی، در نظر اول این تصمیم پروکراتوری گنرالی باعث تحسین است. مدیریت نظارت اجرای قانون را نشان می‌دهد. واقعا. ولی به نظر ما پروکراتوری گنرالی خیلی دیر کرد. این تصمیم را میبایست در اول ماه مارس میگرفت. زمان این تصمیم گرفته میشد که تمام سازمان‌های بین المللی دفاع حقوق بشر، کشورهای علاهده و سازمان جهانی بهداشت به حکومت تاجیکستان توصیه داده بودند که از برگزاری چاره‌بینی‌ها با تجمع مردم خودداری کند. اما این توصیه ها نادیده گرفته شد. این زمان پروکراتوری گنرالی کجا بود؟ آیا در اول ماه مارس در تاجیکستان این نهاد پروکراتوری گنرالی وجود داشت و مسئولینش زنده بودند؟ میسی پروکراتوری گنرالی همیشه ضد خلق اجرا می شود. هر زمان جنایت از جانب منصبداران، وزیران و کبیران به میان می آید، پروکراتور به ادوکاتور تبدیل می یابد. پروکرور ادوکات می شود. چنان یوسف رحمان پروکراتوری گنرالی تاجیکستان سفیدکنی را سر می کند که حتی پرینسیپ کاری مقامش فراموش می شود. اما همین که یک جرم کوچک یک بیچاره شهروند قطاری را یابند، در نتیجه شکنجه و لطوکوب مفتشان این نهاد جرم کوچک چندین جرم‌های کس نادید و گوشناشینی تولد می‌کند. بیچاره شهروند به سالیانی دراز پشت پنجره زندان می‌شود. حتی طول چند سال آخر شاهد این هم شدیم که صدها بیگناهان به سالیانی دراز پشت پنجره زندان شدند. امروز باز هم در همین روزهای وزنین پروکراتوری گنرالی میبراید به دارو فروش کارتوشکا فروش تهدید میکند.
اعلام میکند که در حالتهای نرسانیدن کمک‌های اولیه طبی، تامین نکردن و یا ندادن داروواری از جانب مؤسسه‌های طبی و داروخانه‌ها، دچار شدن به حادثه‌های به طریق صنعی کمچین کردن محصولات داروواری به پروکراتور گنرالی مراجعت کنند. خیر، این یوسف رحمان را فهمیدن ممکن. نامش فقط واهمه، پروکراتور گنرالی، اما خودش یک پاپوشک است. همین قدر قدرت دارد. زورش همین دارو فروش و کارتوشکا فروش به معلم و به دکتر میرسد. از این بالاتر اگر جنایت شود، چشمش کور، سرش خم مثل یتیمک ها، گردنش کج می شود. فرمان اجرا کنو ادوکت می شود. اگر چنین نمی بود، یوسف رحمان در این روزها حتما نسبت رئیس جمهور و نفرانی که جشن نوروز در خوجند را با تجمع 20,000 نفر تشکیل کردند پرونده جنایتی باز میکرد. پرونده جنایتی رئیس جمهور را برای بازبینی به پارلمان میفرستاد. اگر حقوق بنیادی کشور در عمل می بود، امروز نفرانی که تصمیم آنها سبب شده است ملت به چنین حالت مدهش روبرو شود حتما به جوابگری کشیده می شدند. اما این طور نشد. اکنون امروز یوسف رحمان چکنه فروشان دارو را تهدید کرده می گوید دارو را قیمت فروشید مجازات می شوید. به طور صنعی دارو کمچین نشود. محترم پروکراتور گنرالی، همین هشدار شما به نظر ما می تواند دو سبب داشته باشد. یکم این که شما نغز خوب می دانید که فروش دارو در تاجیکستان منوپولی است. این منوپولی در دست رستم امامعلی قرار دارد و نرخ دارو را پسر رئیس جمهور معین می کند. به طور صنعی اگر داروی کمچین شد کار دستی همین پیشواچه است. اگر همین به طور صنعی کمچین قیمت شوی دارو در کشور جنایت باشد، باید رستم امامعلی و یا حجن منوپولیستان خالدینگ اوستا گروه شرکت آریان فارم به جوابگری کشیده می شدند. ظفر میرزایف، اکای خورشید میرزایف، همسنف رستم امامعلی، الکی به جوابگری کشیده می شد. آخر بازار داروی کشور در دست همین هاست. همین دو جوره ها تمام بازار دارو را از خود کرده اند. همه دارو فروشان در تاجیکستان باید دارو را از اینها خریداری کرده بعد در داروخانه های خود به فروش مانند. اگر پروکراتور گنرالی میخواهد نفران را که با سوء استفاده از این روزی وخیم دارو را به طور صنعی کمچین و قیمت کرده فروخته ایستاده‌اند به جوابگری کشد، چرا تا حال ظفر میرزایف و برادرانش بازداشت نشده‌اند؟ چرا؟ زوری پروکرور به اینها نمیرسد. سبب دیگرش چیزی دیگر این که همین جنایت را میخواهد پروکراتور گنرالی بپوشاند. چرا این طور میگویم؟ تماشابینان گرامی، همینجا میخواهم به همین مسئله روشنی اندازم. این هم باشد منوپولی بودن فروش داروها در تاجیکستان. در دست ما یک بسته حجت و دلیل ها وجود دارد که در آن تمام معلومات تایید شده درباره منوپولی بودن دارو فروشی و اداره شدن این بیزنس از جانب رستم امامعلی توسط ظفر میرزایف جمع آوری شده است. حالا دقت کنید، یک کمی از این معلومات ها را به شما می دهم. همگان می دانیم که برای رسیدن به منصب بلند یا منوپولی کردن تجارت در تاجیکستان حتمی نیست که عضو عائله رئیس جمهور یا خدای آن باشی. این خیلی شانس هم وجود دارد که همسنف و دوست یکی از عضو عائله بودن هم این امکان را می دهد. مثلا شاهرخ سعیدوف
که با سرعت در زینه‌های منصب بالا می رود، تنها دوست رستم امامعلی شهردار دوشنبه و پسر رئیس جمهور است. این دوستی او نه تنها خودش را سوی منصب وزیری میبرد، جای رمضان رحیمزاده را نشان گرفتگی هستند، بلکه پدرش فتاح سعید را هم از تقدیر دیگر وزیری کبیرهای کابینه رحمان مرگ یا زندانی شدن نجات داده است. بخت برادران میرزایف های هوشمند هم همین خیل آمد کرده است، مثل شاهرخ سعیدов. برادر خردی آنها خورشید با رستم امامعلی در یک صنف تحصیل کردند. حالا باشد خورشید میرزایف رسما به کارهای جمعیتی مشغول است و در وظیفه نایب اول پرزیدنت فدراسیون فوتبال یعنی نایب رستم و دبیر کلی آن فعالیت کرده است. اینقدر خودش را در بیزنس نشان نمیدهد، هرچند حلقه وصل کننده عائله آنها با رستم امامعلی خورشید است، اما به تجارت برادرانش مشغول هستند. برادر کلانی خورشید ظفر میرزایف رسما یک منصبک عادی رهبر فدراسیون شахمات تاجیکستان را اشغال کرده است. این بنده خدا هرچند شهروند تایلند است، این امر نه در گرفتن وظیفه و نه در مونوپولیا کردن یک تجارتی کلان در تاجیکستان برایش مانع ایجاد نکرده است. ظفر میرزایف همچنین مالک شرکت های یولت هلسکی لیمیتد در هندوستان و ابستراگن لیمیتد در شهر لندن بریتانیای کبیر است. پولهای بیزنس دارو در تاجیکستان هم توسط ظفر شسته می شوند. حالا در این باره کمتر در پایان گفته می گذاریم. میرزایف ها غیر رسمی کلی بیزنس داروخانه را مونوپولیا کردند. چند شرکت از جمله آریان فارم، دوستی، مدد به ظفر میرزایف و برادرش جمشید تعلق دارند. داروفروش های تاجیکستان وظیفه دار هستند که مجبور هستند که نماینده این شرکت ها باشند و دارو را تنها از آنها خریداری کرده بعد چکنه به فروش برارند. داروخانه های مستقل در تاجیکستان دیگر باقی نمانده‌اند. این خیل داروخانه وجود ندارد که خودش از خارج دارو بیارد در تاجیکستان فروخته تواند. حق ندارد. فشار مونوپولیست ها، تفتیش های پی در پی مقامات انداز، دادستانی، خدمات سوختار خاموش کنی و غیره آنها را مجبور کردند زیر قنات میرزایف روند و نماینده آنها باشند. داروها را هم از انبار آریان فارم میگیرند. میرزایف ها مناسبت خوب تجاری با شرکت های داروسازی هندوستان، روسیه و آلمان را به راه ماندند. تجارت آنها با دارو تمام نمی شود. جمشید مالک مرکزی سودایی یاور می باشد. همچنین جمشید نماینده خاندای در تاجیکستان است. یک برادر دیگرشان محمد میرزایف مالک شرکت ساختمانی استرای سرویس و نماینده زواد اتوبوس براری ترکیه اکیه می باشد. برادر دیگری آنها الهام میرزایف مالک شرکت های ابستراگان هولدینگ لیمیتد و سپی مدیکال التدی تاجیکستان است و در دو شرکتی برادرش که در بالا ذکر کردیم ایولت هلسکی لیمیتد هندوستان و ابستراگان لیمیتد لندن بریتانیای کبیر سهم دارد، یعنی اکسیه دارد، اکسیونر است. اکنون تماشابینان گرامی خود قضاوت کنید. داروفروش اساسی در تاجیکستان کی است؟ نرخ دارو را در تاجیکستان کی معین میکند و قیمت میکند؟ اما جزا را کی میبیند؟ این بیچاره چکنه فروش ها که امروز وزارت کارهای داخلی آنها را دستگیر کرده، از آنها چند قدر داروها را مصادره کرد، قربانی بازی های پولمستانه رستم امامعلی و جوره های شدند.
بازی را بینید. اول دارو را به چکنه فروشان با نرخ قیمت با پول نقد میفروشند، پول را به کیسه میزنند. بعد مقامات انتظامی را میفرستند تا این دارو فروشان را بازداشت کنند، داروهای آنها را مصادره کرده باز به رستم امام علی برگردانند و رستم امام علی دیگر باره یک غمخوار و مونس خلق شده دارو را به داروخانه ها از نام شهرداری تقسیم کند. انا بیزنس، انا دانایی. چیزی دیگر تماشابینان گرامی، امروز رسانه‌ای شد که با سپارش رستم امام علی شرکت آریان فارم، همون شرکتی که ظفر میرزایف رهبری میکند، شرکت آریان فارم با خط سیر مخصوص از هندوستان مقدار معینی مواد دارویی و لوازمات طبی را به تاجیکستان وارد کرد. یعنی واردات به میان آمد. چرا با سپارش امام علی رحمان رئیس جمهور نه؟ چرا با سپارش رئیس ستاد مبارزه با کرونا ویروس در تاجیکستان قاهر رسولزاده نه؟ یا وزیر تندرستی جمال الدین عبدالله زاده نه؟ با سپارش رستم امام علی این کار صورت می گرفته است؟ برای چی؟ برای آنکه اینجا نشان داده ایستادند که از حالا نیمه از تصمیم های کشور به دست رستم گذشته است. چیزی دیگر این که این بیزنسی پولشویی است. داروها از هندوستان از همان شرکت خود رستم آورده شدند. باور ندارید؟ تفتیش کنید. با همین حساب پولهای جمع کرده رستم جان توسط شرکتش در هندوستان یولید هلسکیت لیمیتد شسته می شود. من پولشویی. اگر همین خیل نیست، اگر این رستم اینقدر غمخوار می بود، اگر در یاد داشته باشید ده ها شهروندان تاجیکستان که در هندوستان مانده بودند 2 مراتبه برای رئیس جمهور نامه نوشتند که اکثری آنها برای طبابت آمده بودند، یعنی به هندوستان رفته بودند. گفته بودند بیماریم، در کوچه های هندوستان در فرودگاه مانده ایم، التماس یک چاره اندیشی کنید، ما را از اینجا برید. گوش های رستم جان و پدرش کر شده بودند. این آه و ناله بیمارانی در هندوستان مانده را مهلت 2 ماه شده است نمیشنوند. اکنون می توانستند برای دارو آوردن و بیزنس را شکفاندن هواپیمایی مخصوص سپارش دهند. حالا بعضی لگندبرداران گفتنشان ممکن که بجز بار رستم در هواپیما دارو و درمان همچون کمک داده کشور هندوستان به تاجیکستان آورده شده است. درست. اما این کمک ها قریب 3 ماه باز به تاجیکستان سرازیر می شوند. کی دید که از حکومت یگان حسابات داده شد که این کمک ها چگونه صرف شدند؟ همه باز به بیزنس تبدیل می شوند. کی حقی تفتیش دارد؟ خلاصه دوستان عزیز، اگر یوسف رحمان به ملت می گوید کسانی که دارو را قیمت کرده می فروشند مجازات خواهند شد، دارو را کمچین می کنند به طور صنعی مجازات خواهند شد، من به یوسف رحمان می گویم که اگر بازیچه نباشی، اگر جسارت داشته باشی، مرد باشی، رو مسئله به جوابگری کشیدن امام علی رحمان، رستم و جوره هایش را دیده برو. اگر از عهده این نمی برایی، یک دست در دهان و دست دیگر در جای دیگر کرانتین کرده شین. تماشاگران گرامی، برنامه ما ادامه دارد. حالا از چند واقعه و رویدادهای دیگر همکارم صفیه گزارش می‌دهد. یک محبوس 63 ساله در زندان رقمی یکی پایتخت از بیماری نشانه‌هایش بسیار شبیه با کرونا جان داده است. منبع پیام اطلاع داد صبح امروز 7 می اولین حالت مرگ در زندان با علامت‌های کووید 19 به قید گرفته شد. جان باخته یک مرد 63 ساله گفته می شود که 12 سال حکم داشته 5 سالش را سپری کرده است.
متاسفانه هنوز به ما میسر نشد نام و نسب مرحوم را معین کنیم. همچنین همین منبع اطلاع داد که به بنگاه طبی زندانی رقم 1 دو دستگاه نفسدهی کهنه سال براری 6961 آوردند. قبلا منابع پیام از گرفتاری حدود 200 نفر به کرونا در این زندان خبر داده بودند. بین گرفتاران رحمت الله رجب عضو ریاست عالی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و بزرگ مهریارов وکیل معروف دفاع نیز حضور دارند. رهبر نمایندگی سازمان جهانی تندرستی در تاجیکستان آوازه‌ها درباره استعفا یا ترک وظیفه کردنش را شرح داد. گالینا پرفیلیوا رهبر نمایندگی سازمان جهانی تندرستی در تاجیکستان گفته است به طور موقت در این موقعیت قرار داشت از این خاطر از وظیفه برکنار نمی شود. پرفیلیوا به خبرگزاری سپوتنیک گفته است مدتی طولانی است که در سازمان جهانی تندرستی بازنشسته شده است. قراردادش هم به آخر می رسد. سازمان تلاش می کند تا یک فرد جایگزین وجود داشته باشد اما حالا چیزی دقیق نیست. گالینا پرفیلیوا افزوده است من از شما التماس می کنم بگذارید ما کار کنیم با هم کار کنیم و اکنون مهمترین چیز کار مأموریت است و نه مواردی که شما فوراً باید بدانید. گالینا پرفیلیوا در سال 1978 دکتری پزشکی را از دانشگاه دولتی طبی شهر مینسک بلاروس دریافت کرده است. در سابق و حیث مدیر مرکز همکاری سازمان جهانی تندرستی در امور پرستاری در روسیه و مشاور سازمان‌های بین‌المللی فعالیت داشته است. از سال 2003 به دفتر منطقه‌ای سازمان جهانی تندرستی جهانی پیوسته است. چند سال اخیر نماینده این سازمان در تاجیکستان است. در پایگاه cheng.org زیر عریضه درخواستی به استعفا فرستادن گالینا پرفیلیوا به خاطر نادیده گرفته شدن پهنشوی با سرعت کرونا ویروس در تاجیکستان زیاده از 400 نفر امضا گذاشتند. در این عریضه گفته می شود که نمایندگی سازمان جهانی تندرستی همه آمار مقامات تاجیکستان را جهت عدم کرونا ویروس رسما تصدیق نمود. این سبب شد که مردم به طلبات‌های سانیتری و پیشگیری پهنشوی کرونا ویروس کم اهمیت دادند و گرفتاری مردم به این بیماری با سرعت اوج گرفت. یک گروه سربازان گروه مخصوصی الفای کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان با علامت‌های التهاب شش در بیمارخانه شهر خاروغ مرکز مأموری ولایت مختار کوهستانی بدخشان بستری شدند. نزدیکان این سربازان به سامانه اخبار گفتند که آنها از بیمارخانه زنگ زده خواستند تا برایشان از دوشنبه داروهای ضروری بفرستند. گروه الفا در تیر ماه سال 2018 برای تأمین امنیت و ترتیبات به بدخشان فرستاده شده بود. این سربازان به خویشاوندان خود زنگ زده خبر دادند که شرایط طبابتشان در خاروغ خوب نیست چون که بیمارستان با داروهای ضروری تأمین نیست. طبیبان به سربازان الفا گفتند شرایط تشخیص کرونا ویروس در خاروغ موجود نیست ولی در بدن آنها وجود التهاب شش مشاهده می شود. سربازان از رهبریت کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان خواستند که آنها را برای ادامه طبابت به دوشنبه انتقال دهند چون که در دوشنبه خویشاوندانشان می توانند از احوال آنها از نزدیک خبردار شده کمک‌های لازم را برسانند. گفتنی است ماه سپتامبر سال 2018 در پی انتقاد شدید رئیس جمهور امام علی رحمان از وضع ترتیبات و رعایت قانونیت در ولایت مختار کوهستانی بدخشان قریب تمام رهبران نهادهای دولتی و امنیتی و انتظامی این منطقه برکنار شدند. در همان شب و روز یک ستاد بین اداروی تأمین ترتیبات در این ولایت تأسیس داده شد. واحدهای ویژه کمیته دولتی امنیتی ملی و وزارت کارهای داخلی از جمله آمان، صبر و گروه الفا برای تأمین ترتیبات و قانونیت به ولایت مختار کوهستانی بدخشان فرستاده شده بودند. اینجا نهایت برنامه امروزی ماست. برنامه‌های دیگری ما را در پایگاه پیام نقطه‌نت و شبکه‌های اجتماعی پیگیری کنید. اگر می‌خواهید حقیقت غالب آید، خلافکاران ظالمان نتوانند واقعیت را پنهان دارند، هر خبر و رویداد را درباره کرونا ویروس و دیگر حادثه‌ها شاهد شدید، لطفاً به رقم 49 15 16 46 15 947 توسط پیام رسان‌های واتساپ، وایبر، ایما یا تلگرام فرستید. لطفاً مشترک شدن به کانال یوتیوبی ما و نوشتن نظر خود درباره نوار را
فراموش نکنید. پخش تگمه معقول شد را لطفاً دریغ ندارید. همچنین پخش تگمه زنگوله به شما امکان می‌دهد که برابر نشر نوارهای ما در یوتیوب شما در حال با خبر شوید. در پناه الله بمانید. خیر تا روز دیگر. السلام علیکم و رحمت الله. در فضای سیاست صدای جدید. رادیوی پیام. علم، فرهنگ، نوید. رادیوی پیام. مشورت، بحث، گفت و شنید. در تمام دنیا روی رسانه اینترنتی رادیو پیام .net.